در این قسمت بیشتر از سبک زندگی جنگل‌نشین‌های تالش در زمستون میگم. اول بگم با کفش بودن در این زمان تقریبا غیر ممکنه، چون هر جا پا بذاری تا 15 سانت پاد در برف و گل فرو میره. آقا نوری عصر از چرای گوسفندا برگشت و به محض برگشتن شروع کرد به تعمیر جایی که برای گوسفندا علوفه و جو میریزن. این سگ هم به نظرم سرمست برف شده بود، چند باری میرفت بالا و سر میخورد به پایین. محل سکونت اصلی خانواده این چادر بود که با شاخه درخت و روکشی از پلاستیک ساخته شده بود. دو قسمت هم داشت. قسمت پشتیش بره‌هایی که تازه متولد شده بودن رو نگه می‌داشتن که از سرما محافظت شده باشن و فضایی برای گوساله یک ماهه. فرشته خانم اسب برای مرغ و خروس و بوقلمون‌ها کمی غذا ریخت. همچنین دیگه وقت برگشتن گوسفندا بود که برای چرا رفته بودن و کمی بعد بره‌ها رو رها کردن که شیر بخورن. صحنه خیلی دیدنی و پرشوری از این لحظه. اونایی هم که هنوز نتونستن مادرشون رو پیدا کنن سر و سیما و پر سر و صدا میگردن. این دو بزغال هم به نظر موفق نبودن و دور و بر من میگشتن. و بالاخره موفق شدن. محل بعد خانواده با هم رفتن تا بره‌ها رو جدا کنن. خورشیدم رفت یه بره‌ای که جا مونده بود رو پیدا کرد. دیگه داشت هوا تاریک میشد و فرشته خانم به چادر اومد که غذا برای شب درست کنه. لازم بود هر نیم ساعتی چوب تو بخاری انداخته بشه تا چادر گرم بمونه. سکوت بیرون و باریدن برف اینجا رو به یه دنیای کوچیک جدا تبدیل کرده بود و هر صدایی میشد صدای زندگی و اصالت. زندگی اینجا یه رنگه و پر از صفا و صمیمیت. مقدمات شام آماده شد و سفره انداخته شد. بخار و عطر و بوی برنج همه خونه رو پر کرده بود. نمیشه از عطر کره گوسفندی هم که این وسط می اومد بگذرم. فرشیدم با پدر در یه ظرف غذا می‌خوردن و به نظر بعد این همه فعالیت فرشید به خوبی گرسنه بود. یکی از خوشمزه‌ترین غذاهایی بود که در روستا خوردم و البته فضا و آدم‌هایی که کنارشون بودن در این دلچسب بودن تاثیرگذار بود. هنوز ساعت 7 نشده بود که شام تموم شد و جمع شد و نوبت چایی رسید. دوباره برف شروع به باریدن کرد و مشخص بود که قصد داره خوب بباره. گوسفندا هم بی حرکت مشغول نشخوار کردن بودن. در نهایت 9:30 شب خوابیدیم تا فردا ببینیم چی پیش میاد. ادامه در قسمت بعد.